به نام خدا، با سلام و عرض ادب. امین آران هستم و در این قسمت آموزش میخوایم بریم با هم توی یه صرافی ایرانی ثبت نام کنیم و احراز هویت رو بهتون بگم چطوری انجام بدید و یه انتقال پول رو هم با هم انجام بدید. برای ثبت نام داخل این صرافی که صرافی والکس هست، تقریبا قدیمی ترین صرافی ارز دیجیتال داخل ایران هست. از یه لینک رو براتون قرار دادیم توی حساب کاربریتون، دقیقا همین جایی که این ویدیو رو دانلود کردید پایینش لینکش قرار گرفته. این لینک هست walex.ir/signup علامت سوال ref d بزرگ rx p بزرگ x. اینجا هم براتون نوشتتش. این کد رفرال ما هست و برای شما درصد تخفیف کارمزد رو ما توی این کد در نظر گرفتیم. یعنی اگه با این کد ثبت نامتون رو توی صرافی والکس انجام بدید 25% و در آینده بیشتر میشه. تخفیف کارمزد رو دریافت میکنید. با استفاده از یه دونه شماره موبایل الان اینجا ما میایم ثبت ناممون رو انجام میدیم. من شماره موبایل رو اینجا وارد میکنم. یه دونه رمز عبور رو اینجا مینویسیم و کد معرف هم که داریم اینجا قوانین و شرایط استفاده از والکس را خواندم و با آن موافقم. تیکش رو میزنیم و روی ثبت نام شخصی کلیک میکنیم. یه کد رو برای من پیامک کرده. من این کد رو وارد میکنم. کد برای شما متفاوت هست دیگه. یه احراز هویت ساده داره و یک احراز هویت سطح پیشرفته تر. ما از همین شروع احراز هویت جلو میریم. اینجا اسم و فامیل و نام خانوادگی همه رو مینویسید و ثبت و ادامه رو اینجا میزنیم. یه دونه شماره کارت میخواد که باید به نام خودمون باشه. اینجا واردش کنیم. گزینه ثبت رو میزنیم و احراز هویتمون انجام شد. واریز و شروع معامله رو اینجا من کلیک میکنم. دقت کنید توی صرافی والکس سقف واریز روزانه 25 میلیون تومان هست و اولین برداشتی هم که میخواید انجام بدید به شما 72 ساعت میگه که حسابتون بلوکه است. قوانین پلیس فتا هست. تقریبا اکثر صرافی‌ها اینجوری هستن و به نظر من همین الان که ثبت نامتون رو انجام دادید یه مبلغ رو واردش کنید تا اون 72 ساعت سریعتر بگذره و خیلی سریعتر بتونید بعداً انتقال رو انجام بدید. بعد از 72 ساعت هم دیگه شما برداشتاتون از داخل صرافی والکس خیلی سریع هست. یعنی در حد چند ثانیه طول میکشه. این فقط برای بار اول هست که به شما یه سری خطا رو میده. اونم اخطار میده که پلیس فتا به خاطر جلوگیری کردن از کلاهبرداری یا اینا این شروط رو قرار داده براشون. پس چیز عجیب غریبی نیست. اکثر صرافی‌های ایرانی این شرایط رو دارن. حالا ما میخوایم اینجا بیایم یه سری خرید و فروش انجام بدیم. از این قسمت هم بچه‌ها من میتونم احراز هویتمو ببینم توی چه مرحله‌ای قرار گرفته. سطح احراز هویتمو اینجا بهم نشون میده. اگر بخوام تکمیل احراز هویت هم کنم اینجا میام روی تکمیل احراز هویت کلیک میکنم. شماره تلفن ثابت نیاز هست. کارت ملیتون رو باید آپلود کنید و تایید هویت کنید. این سه تا هم بچه‌ها کار زیاد عجیب غریبی نیست. شماره تلفن ثابت رو وارد میکنید، باهاتون تماس میگیرن از طریق صرافی که ببینن الا شما توی اون آدرسی که گفتید حضور دارید یا نه. کارت شناسایی ملی هم که عکسش رو میخواد بگیرید کار سختی نیست باز. و تایید هویت هم که خودشون انجام میدن براتون. اگه اوکی باشید همه اطلاعاتتون درست باشه تایید هویت میشه و دیگه نیاز نیست از این مرحله جلوتر برید. اینجا شما توی صرافی والکس یک کیف پول دارید. حالا توی اپ صرافی هم دقیقاً شکلشون همین جوری است. فرقی نمیکنه. اگر از اینجا بخواید اپلیکیشنش رو هم نصب کنید میاید این بارکد رو اسکن میکنید برای گوشی‌های اندرویدی. برای گوشی‌های iOS هم توی اپ استور نیست. باید از مثلا سیب اپ و اون اناردونی و مارکت‌های جانبی اپل استفاده کنید. نیازی هم در کل ندارید. یعنی ما سر و کارمون بیشتر با سایت والکس هست. میایم داخل سایتش وارد میشیم و حالا اپش زیاد مهم نیست برامون روی گوشیمون باشه یا نه. این کیف پولش قسمت داراییاش شما میتونید اینجا
تومن به حسابتون واریز کنید، فقط با استفاده از کارتی که معرفی کردید به نام خودتون هست میتونید واریزی رو انجام بدید و برداشت هم فقط به همون حسابی که معرفی کردید زمان ثبت نام انجام میشه. یعنی به هیچ حساب شخص دیگه شما اجازه نه واریز دارید نه برداشت دارید، فقط حساب خودتون. بریم با هم دیگه، حالا این حسابو برای نمونه ساختم، بریم داخل حساب خودم یه خرید رو انجام بدیم، انتقالش بدیم به حساب صرافی بینگ اکسمون. خب فرض کنیم که من اینجا میخوام بیام یه مقداری تومن بریزم داخل حسابم. این واریز رو میزنم، حسابمو که قبلا معرفی کردم بهش اینجا داردش. من میام مثلا 10 میلیون تومن رو واریز میکنم. حالا به تومنم میزنه بچه ها، این دقت کنید. 10 میلیون رو من میزنم و پرداخت از طریق درگاه رو انتخاب میکنم. اطلاعاتمو که وارد کردم و رمز دوم هم برام ارسال شده. اینجا میام رمز دوم رو وارد میکنم و اینجا هم پرداخت. این پیام برای من نمایش داده میشه. من برمیگردم توی کیف پولم. الان ببینید پول اومد به حساب من. من میخوام اینجا براتون هم تتر رو مستقیم بخرم و انتقال بدم، هم ترون رو، که حالا هر کدومش خودتون دوست داشتید. ترون یه مقداری کارمزدش پایین‌تره، یک کم دردسرش زیادتره، ولی خب تتر خیلی دردسرش کمتره ولی کارمزدش بالاتر. من میام از این قسمت 3 تا نقطه‌ای که جلوی تومن هست برام گذاشته، میتونم اینجا واریز و برداشت‌ها رو چک بکنم، یا بیام این قسمت خرید و فروش آنی یا معامله پیشرفته داره، خرید و فروش آنی داره. حالا بات معامله گرا اینا که ما باش کار نداریم، خرید و فروش آنی رو معمولا انتخاب میکنیم، زیاد برامون مهم نیست حالا چند ریال بالا و پایین بشه خریدمون. توی قسمت خرید خودش اون مثلا تتر و ترون و این ارزهای پرطرفدار رو آورده، من تتر رو انتخاب میکنم. خب میگه با چقدر، من میگم مثلا معادل 5 میلیون تومان میخوام الان برام تتر بخری. میگه حدود 94 تتر میشه، قیمت بازارش 53 و 160 هست. میگم اوکی برام خرید کن. 93 و خورده ای شد. این تتره رو برام خرید. حالا برمیگردم یکم ترونم میخرم که هر دوتا رو با هم انتقال بدیم. توی این قسمت خرید و فروش آنی، خرید آنی، من میام ترون رو انتخاب میکنم TRX. میگه ترونت میخوای چقدر باشه؟ من میگم همه داراییم و بقیه‌شو هم ترون بخر. میگه 1235 تا دونه ترون میشه. میگم اوکی بخر. هر ترون هم 4000 تومان. تایید و تمام. الان هم من یه مقداری ترون خریدم، یه مقداری تتر خریدم. میخوایم با هم دیگه بریم هر دوتا رو انتقال بدیم به حساب صرافیمون. من میام از این قسمت دارایی‌ها ببینم برام اضاف شدن اون تتر و ترون. بله، میگه این مقدار شما ترون داری، الان این مقدار تتر داری. برای واریز به حساب صرافی بینگ اکستون میاد وارد حسابتون میشید. از این قسمت بالا یا عکس کیف پول براتون کشیده asset رو که کلیک میکنید این صفحه براتون میاد. دقت کنید ما چند تا گزینه داریم: دپوزیت، ویدرا، ترانسفر. حالا asset رکورد هم که بحثش فرق داره. مای asset داره دارایی شما رو در حساب‌های مختلف بهتون نشون میده. توی صرافیتون شما یک کیف پول دارید فاندز نوشته، این کیف پول اسپات شما هست. یک کیف پول دارید فیوچرزتون هست، کیف پول فیوچرز شما هست. و این گرید هم که مخصوص قسمت گرید تریدینگ هست که ما کاری باهاش نداریم. در حالت کلی ما یا با این فیوچرز کار داریم یا با این فاند کار داریم. من میام گزینه دپوزیت رو انتخاب میکنم. دپوزیت یعنی دریافت، ویدرا یعنی برداشت. من زبان فارسی کنم ببینم معادل فارسیشون چی میشه اینجا. آره دیگه دقیقاً دپوزیت شد واریز، ویدرا شد برداشت. من مثلا همون دکمه دپوزیت یا واریز رو میزنم. این قوانین رو هم مطالعه کردم. میگم حالا الان من میخوام تتر رو انتقال بدم. اول
ارز مورد نظرم USDT هست. شبکه انتخابی من باید ببینم اون شبکه‌ای که میخوام ارسال کنم در صرافی مبدأم چه شبکه‌هایی رو پوشش میده. میام از این قسمت جلوی تتر برداشت رو انتخاب میکنم، ببینم نوع شبکه‌ها رو چی داره. TRC20 داره و ERC20. من میام اینجا TRC20 رو انتخاب میکنم که کارمزدش پایین‌تر باشه. از این طرفم میام برای دریافتم باز TRC20 رو انتخاب میکنم. دقت کنید شبکه دریافت و شبکه ارسال هر دو باید یکی باشن. اینجا هم به من میگه کارمزد چقدر هست. کارمزد انتقال 2 تتر هست برای صرافی مثلا والکس به هر صرافی دیگه. وقتی که من ارز و شبکه رو انتخاب کردم به من یه آدرس میده. دقت کنید این آدرس کیف پول من هست در صرافی بینگ اکس. من این آدرس رو کپی میکنم. اینو بچه‌ها هیچ وقت خودتون با انگشت یا با موس اینا چیز نکنید، یعنی سعی نکنید بگیرید و کپیش کنید. خودشون جلوشون یه دونه دکمه کپی رو میذارن، شما روی این دکمه کلیک کنید براتون کپی انجام میشه. این 2 رقم اولش و 2 رقم آخرش رو هم نگاه بکنید کافیه. میام داخل صرافی والکسم، آدرس کیف پولم رو اینجا وارد میکنم، پیستش میکنم. میگه چقدر از دارایی تو میخوای برداری؟ میگم همشو، هر چی تتر دارم و برام انتقال بده اون طرف. درخواست برداشت میزنم، ارسال کنید به شبکه غیر از شبکه. بهتونم داره پیام میده که آقا شبکه TRC20 انتخاب کردی اینجا برای ارسال، دریافتت هم TRC20 باشه. 2 تتر هم میگه اینجا برات کارمزد کم میکنم، مثلا شما 93 تا داری، 91 من برات ارسال میکنم، کارمزد خودم هم برمیدارم. میگم اوکیه. یه دونه ایمیل برام میفرسته. تمام این مراحل برای شما هم تکرار میشه. من کد ایمیل رو وارد میکنم. یه دونه پیامک برام میاد، پیامک رو وارد میکنم و درخواست برداشت من ثبت شد. حالا من باید منتظر بمونم تا این 93 4 91 2 تا تتری که انتقال دادم بیاد توی کیف پول صرافی بینگ اکس هم بشینه. از طرفی من میام الان تتر رو هم، این ترونمون رو هم انتقال میدیم که تفاوتاشو با هم ببینیم. از این برای واریز من میام در قسمت ارزم TRX رو انتخاب میکنم که همون ترون هست. میخوام یه مقداری هم ترون خریدیم انتقال بدیم، ببینیم مثلا فرقاشون با هم چیه. شبکه ترون بچه ها همین TRC20 هست. آدرسش رو به من میده، من آدرس رو کپی میکنم، میام داخل صرافی والکسم، ارزی رو که میخوام انتقال بدم ترون رو انتخاب میکنم، شبکه رو انتخاب میکنم که TRC20 هست، کیف پول مقصد رو وارد میکنم. دقت کردید آدرس کیف پول تترم و ترونم یکی هست، چون هر دوتاشون توی یک شبکه، توی یک صرافی میخوان انتقال پیدا کنن. این آدرس یکی هست، ولی همیشه چک کنید بدون استثناء مقداری که میخوام اینجا انتقال بدم 120. حالا قبل از اینکه انتقال بدم از اون طرف صرافی بینگ اکس پیامش اومد که واریز شده برام. میام توی قسمت دارایی‌ها اون تتری که انتقال دادیم، دقت کنید اینجا برام واریز شد به حسابم. اون 92 تا تتره اومد توی حسابم نشست همین الان. 91 بود فکر کنم، این ته تتری هم خودم داشتم. این از واریزی تتره و ترون رو هم انجام بدیم. درخواست برداشت، تایید، دوباره همون مراحل. یه ایمیل براتون میاد، میام این ایمیل رو چک میکنیم. 784 یه دونه کد پیامک میشه برامون 703 و اینم به همین سادگی. ترونمون رو هم ما انتقال دادیم رفت. حالا شما بار اول که میخواید این مسیر رو طی کنید، این پیام که اینجا هست برای شما اومده، پلیس فتا پیام میده که شما 72 ساعت نمیتونی این پولو برداری و 72 ساعت باید صبر کنید دیگه. از بعدش هر چقدر دلتون خواست واریز و برداشت بزنید، هیچ محدودیت دیگه ای ندارید. من توی صرافی بینگ اکس من زبانشو بچه‌ها انگلیسی میکنم، زیاد به زبان فارسی واقعیتش عادت نداره.
معنیاشو نمیفهمم. asset record به شما نشون میده که اینجا داراییاتون چه اتفاقایی براش افتاده، چقدر پول به حسابتون اومده، چقدر ازش برداشته شده و حالا منتظر میمونیم تا اون ترون هم بیاد توی حسابمون بشینه. ببینید این مقداری که من دپازیت کردم 91.79 کانفرم شده و اومده به حسابم نشسته. منتظر میمونیم تا اون TRX هم بیاد برسه به حسابم. من چند لحظه ویدیو رو پاز میکنم و دوباره با هم ادامه میدیم. خب نگاه کنید جوونا، الان اون مبلغی رو که من دپازیت کردم، مبلغی میبینید اینجا بهم نشون میده حدوداً 92 تتر رو، من میخوام انتقالش بدم به حساب فیوچرزم. فقط کافیه که بیام اینجا این دکمه ترانسفر رو بزنم و از فاند اکانتم انتقالش بدم به مثلا حالا پرپچوال اکانتم یا فیوچرز اکانتم. مقدارش چقدر هست؟ مقدارش مثلا این من آل رو انتخاب میکنم دیگه، میگم کل این تتری که توی حساب فاندم هست و بریز تو حساب پرپچوالم، کانفرم و تمام. دیگه هیچ کار دیگه شما نمیخواد انجام بدید. این مستقیم الان رفت توی حساب فیوچرزتون نشست. از داخل استتون هم میتونید بیاید مثلا اون کیف پول فیوچرزتون رو نگاه کنید، بهتون موجودیشو نشون میده. حالا من مثلا حسابم الان 3700 تا تتر داخلش هست با اون 90 تایی که انتقال دادم اومد داخلش. خب جوونا، اینم از ترونمون. حالا میخوایم ببینیم ترون رو چطوری میتونیم بیاریم توی حساب فیوچرزمون ازش استفاده کنیم. برای این کار اول باید بیاید توی این قسمت اثبات صرافیتون، میاید ارز ترون رو انتخاب میکنید TRX، توی این قسمت سرچه TRX USDT. دقت کنید 2 تا ترون داره. ما اون USDT، اون ترونی که بر اساس تتر هست، یعنی بر مبنای پایه تتر هست رو انتخاب میکنیم. بعد من میام اینجا گزینه سل رو انتخاب میکنم. دقت کنید چه توی موبایلتون چه توی وبسایت سل رو انتخاب میکنید. مقدار تتری که دارید رو، من مثلا الان اینجا حدود 1219 تا 1220 تا ترون دارم. این ترون رو انتخاب میکنم، سل میزنم. وقتی که من سل میزنم ترون من تبدیل به تتر میشه، یعنی من ترونم رو میفروشم، تتر در ازاش دریافت میکنم. الان اوردر من فیل شد، یعنی ترون های من فروخته شد و تتر اومد به حسابم. برمیگردم داخل اون استم، داراییام، داخل این فاند اکانت که حساب اثباتم هست. میبینید که من دیگه اینجا الان ترون ندارم، به جاش شد تتر. حالا این تتر رو من انتقال میدم به حساب فیوچرزم. میام تو این گزینه ترانسفر، از fund account from fund account to perpetual، مقدار داراییم رو هم داره بهم نشون میده، باز مثل همون حالت اولی که تتر رو انتقال داده بودیم. کانفرم رو میزنم. کارمزدتون اینجوری یکم پایین‌تره، یکم هم دردسرتون بیشتره. یعنی دردسرش اینه که باید توی صرافی مبدأتون و صرافی مقصدتون هر دو یه خرید و فروش روی به قول معروف ترونتون انجام بدید. بازم کارمزدش از انتقال تتر کمتر میشه، ولی من خودم شخصا ترجیح میدم تتر انتقال بدم که این دردسرا رو نداشته باشم. و مقدار داراییتون رو هم به صورت کلی در قسمت اوورویو بهتون نشون میده. فارسیش کنیم ببینیم معادل فارسی اوورویو میشه چی. معادل فارسیش هم شد همون نمایی کلی و این حساب سرمایه هم شد حساب اثباتتون و فیوچرز هم که همین فیوچرزی که میخوایم باهاش کار کنیم. این هم به صورت کلی نحوه ثبت نام توی صرافی والکس. صرافی خوبی هم هست، یه مقدار سختگیره ولی خب امن هست، نسبت به بقیه صرافی‌ها قدیمی تر هست. همین سختگیریاش نشون میده که نظارت روش هست. و انتقال تبدیل تومنتون به تتر یا هر ارز دیگه ای رو و بعدش هم انتقالش به صرافی خارجیتون. همین روند رو هم شما میتونید به صورت برعکس انجام بدید. یعنی میتونید از اینجا برداشت بزنید، برداشت که میزنید توی حساب بینگ اکستون مثلا میگه چی میخواید برداشت کنید، میگید میخوام تتر برداشت کنم. توی چه شبکه‌ای میخوای برداشت کنی، کارمزداشو جلوش نوشته تقریبا چقدر است. من میگم
توی شبکه ترون میخوام برداشت کنم. میگه آدرس بده. من میام داخل صرافی مثلا والکسم، از این قسمت دارایی‌ها تتر رو انتخاب میکنم، اینجا سرچ میکنم تتر، گزینه جلوش واریز رو میزنم. وقتی که واریز رو زدم نوشته خودش کوینتون چی باشه، من تتر دارم دیگه. شبکه چیه؟ شبکه اونجا TRC20 بود، اینجا هم TRC20. میگه اینم آدرس کیف پولت. این آدرس رو کپی میکنم میبرم توی صرافی مثلا بینگ اکس، پیستش میکنم، هر چقدر که دلم میخواد اینجا برداشت میکنم، بستگی به این که حالا چقدر توی حسابتون هست. ببینید پایینه حسابتون که دارایی داره رو انتخاب میکنید. مثلا توی این حسابه من میگم $1000 میخوام بردارم، 1000 تترشو برمیدارید و برداشت رو میزنید. برای برداشت توی صرافی بینگ اکس شما به 3 تا گزینه نیاز دارید. این تاییدیه رو که بزنم، یکی رمز حساب یا همون فاند پسوردتون هست که با هم توی ثبت نام رفتیم قرارش دادیم، یه رمز 6 رقمیه، حتما باید داشته باشید. اگر نداشته باشید اجازه برداشت بهتون نمیده. یه دونه کد تایید ایمیل هست که ارسال میکنه ایمیل براتون، توی اون ایمیل یه کد هست اینجا واردش میکنید و اینم که گوگل اتنتیکیتور هست توی موبایلتون فعالش کردید، یه کد بهتون میده، هر 1 دقیقه یه بارم این کد عوض میشه. خیلی سریع باید این دوتا رو وارد کنید و تایید رو میزنید و اون روند انتقالتون به صرافی ایرانی انجام میشه، میاد توی صرافی والکس میشینه. شما اینجا میایید فروش میزنید، ارزتون رو تبدیل میکنید به تومن و تومن رو هم میارید توی حسابتون. به همین سادگی، هیچ کار عجیب غریبی نیاز نیست انجام بدید.